زیاده، کدومو اول بگم؟ خبر بدو بگم یا خوبو؟ خبر بدو بگم. خبر بد اینه که جدیدن حس میکنم خیلی تنهام. این خبر بدمه. خبر خوب اینه که تنهایی خیلی حال میده. تو تناقضی نه گیر کردی؟ گیر نکردم، دارم خودمو کشف میکنم. اولین بار همچین حسی داری؟ نه، وقتی تو رابطه‌ای بیشتر حس تنهایی داری. خب اونم آدم داره خودشو میشناسه اون تو. آره خب اینم هست. ولی الان فهمیدی که تنهایی حال دیگه ای داره. آره، دل کندن ازش عادت هم چه داری سخته. به اون فضا. آره نمیفهمی باید چیکار کرد. دقیقا. یکم تنهایی بکشی فکر کنم. مگه زندانه؟ آره حبس ابد. آره خیلی خوب. حالا همون ابدی که دیگه و بعدم بگی خدافظ دیگه. نه من یهو نمیگم خدافظا. به تنهاییت یا به یارو؟ ببین یعنی من هر وقت میخوام کات کنم گوشیو میدم دست یه نفر دیگه کی بنویسه. آره حرفای خودت و حرفای خودشو. حرفای خودشو اصلا به من ربطی نداره. من وقتی بخوام بیام بیرون نمیدونم چی باید بگم. بزرگوار حرفای خودش نبوده. در جریان باش. حق داری به هر حال. آخه لحظه سختی هم هست چون دیگه آدم دیگه تصمیم گرفته که من نمیخوام بمونم و با این بنده خودم حال نمی کنم و به این دلیل به اون دلیل. دروغم زیاد گفتی و دروغم که زیاد گفتی و ماشاءالله گوه زیاد میخوری. آقا یه چیزی ذهن ما رو درگیر کرده. بفرما. این که چی میشه آدم تو شرایطی که ازش ناراضیه هیچی نمیگه و سکوت میکنه؟ چرا؟ به کی بگه آخه؟ خب چی میشه اصلا؟ آها هیچی نمیگه لام تا کام. دیگه برای خودت هم این اتفاق نیفتاده یعنی؟ چرا؟ آدم خفه میشه یهو. دیدی؟ و اصلا نکته بعدی این که اصلا تو کجا میشه حرف زد. آره همین سفر اخیر، حالا امیدوارم سفرهای خانوادگی نصیب گرگ بیابون نشه، ولی همین سفر اخیر من درد زیاد کشیدم از این و اون. ببین دیدی میفهمی که نمیفهمن ولی خودشون نمیفهمن که نمیفهمن. اونجوری بود. از کجا معلوم؟ از کجا معلوم؟ به خاطر که من از تو داشتم هرس میخوردم که چرا پدر مادر اینو اینطوری بزرگ کردن، بعد هیچی نمیتونستم بگم، لام تا کام حرف نمیزدم. یه موقع یه چیزی میگفتم تریگر میشد، طرف عصبی میشد، پا میشد در دیوار رو میکوبید به هم، قهر میکرد میرفت. کردم این کارو سر آبگوشت. تعریف کنم؟ آره. ببین داشتیم آبگوشت درست میکردیم، گوش کوبیده رو با حواس جمع دختر خالم داشت میکوبید، بعد دیگه کفری شدم، دیگه گشنم بود، هنگیری، خارجی ها بهش میگن هنگیری شده بودم، زده بود عصبیم شده بودم، یعنی آمپر زده بودم بالا، چسبونده بودم آمپر رو میچسبونده. آره آمپر میچسبونه. آره بعد خلاصه یهو برگشتم به دختر خاله گفتم که اون OCD که آماده میشه. آقا این قاطی نکرد. OCD داره؟ آره. اوه. دختر خاله کوچیک‌تر یا بزرگتر؟ بزرگتر، 7-8 سال بزرگتره. تا هم که قطعاً تیکه بنداز خانواده. ببین من یهو میزنم تو خال، هیچی نمیگم، به قول تو هیچی نمیگم، صبوری میکنم، میترسم بعدم پشیمون شم. میدونی اون تایمی که تو میگی من میترسم بعدم پشیمون شم از چیزی که گفتم. حالا اساسا اصلا چی میشه که این اتفاق میفته؟ تو مغز، تو آدما دیگه. آره تو مغز آدم. ببین که فکر کنه آدم بد حرف بزنه که عالیه، اگه یکی بتونه فکر کنه بد حرف بزنه عالیه، ولی معمولا ما این کار نمی کنیم. دلیلش چیه؟ احساس میکنم ببین تو خود من میترسم از اینکه بعدن از خود گذشتم ناراضی باشم که چرا اون شکلی حرف زدی؟ آره میترسم بعد پس فردا با خودم نتونم زندگی کنم، عذاب وجدانه بیاد بیفته روم. یعنی فکر کرده باشی
بعد جواب داده باشی و بعد در آینده از این کاری که اینجا انجام دادی پشیمون بشی. آره. خب پس برای چی میگی خیلی خوبه اگه آدم فکر بکنه و بعد جواب بده؟ چرا ناراحت بشه بعدا؟ ببین دیدی یه چیزایی رو بعدن یاد میگیری. یه کتابایی بعدن دستت میرسه، یه کتابایی رو نداری اون لحظه نمیدونی، یا حتی یه سری معلم‌ها رو نداشتی وقتی بچه بودی بعدن بهشون میرسی، یه سری چیزا از اونا یاد میگیری. من یه بار به استادم یه چیزی گفتم بلاکم کرد ولی اصلا چیز بدی نبود. گفتم آقا کتابتو نمیتونم بیارم پولشو میدم. آقا این ما رو بلاک کرد. دکتر خفنیه ها، استاد دانشگاه تهرانه، ولی الان هنوز که هنوزه. به بابام که گفتم گفت به درک، تو فضای آکادمیک نیست. خب آره به پدر مادر بگی چی میگم؟ میگم به درک. ولی الان میدونی پس فردا من با این چش تو چشم. اونجا فکر کردی همچین چیزی رو گفتی؟ نه اصلا فکر نکردم. چون جواب فکر کرد. برمیگرده به چی اینکه ما اونجا نمیتونیم حرفمون رو بزنیم؟ حرف درست منظورته؟ اصلا حرفمون یعنی حقمون رو بگیریم؟ نمیدونم، اصلا حقم با تو نیست. ببین اگه حق با من نباشه من گوه میخورم حرف بزنم. حق با یکی دیگه است. بعد تو جوخای وایسی یا حق اونو بگی؟ تو چرا چیزی نمیگی؟ چون تو یه چیزی رو متوجه شدی یا من میرم یه دقیقه تو یأس فلسفیم باش. تو اون ناظری هستی که داره میبینه ماجرا رو. فرزن. خب تو هیچی نمیگی. سکوت. حالا اصلا یعنی پشت بده دیگه وقتی سکوت میکنی حق با یکی، پشت ظالمه. میخوام بیارمش یه جایی که ببینیم آیا واکنشی وجود داره. مثلا یکی از اعضای نزدیک خانوادت، اعضای نزدیک خانواده یا اعضای نزدیک خودت و حالا خانواده هرچی فامیل هرچی، اونجا اگر این اتفاق بیفته چی؟ مثلا میبینی که داره میگه که چه میدونم این کالا که 20,000 تومنه یارو داره میده 50,000 تومن، اونم حواسش نیست ولی تو اینو فهمیدی. من میگم در مورد میگم کالا میگی؟ آره کالا رو میگم. حالا نه مثال لامصب هر چیز دیگه ای تو پاچه من نمیشه کسی بکنه. هر چیز دیگه ای. چون حالا آدم نزدیک است چیزی میگی، اگه مثلا یکی دیگه باشه چی؟ ببین اینی که تو داری میگی خب باعث میشه فکر کنم که اگه مثلا حرف نزنم حق یکیو میخورن. این خط قرمزه. خط قرمز توئه؟ آره گفتی لال میشم که. آره اگه فکر کنم به طرف دارم ظلم میکنم، اما OCD بود مثلا اونو نباید میگفتم، گناه داشت. خب داره دیگه، طفلی کاری هم نمیتونه میتونه ها، ولی خب حالا کاری نمیکنه. ولی تو هنگری بودی، اون که هنگری تو که اون که داشت کارشو میکرده. آره اون داشت لفتش حالا اونو ولش کن. تو اون موقعیت که تو گفتی فکر کنم میدونیم آدم میره تو خودش. اون لحظه تو خودت هم بهت داره یه جاییت فشار میاد دیگه، داری یه چیزی رو میبینی تو ذهنت میگی این غلطه، ولی خودتو داری قانع میکنی بگم نگم. اون لحظه با خودت در جدلی، یعنی تو مغزتی، تو لحظه نیستی. خب فشار داره بهمون وارد میشه دیگه طبیعتا. یعنی طرف مقابل کارو به یه جایی رسونده که تو میخوای بگی ولی نمیگی، یا اصلا میگی. اینکه تا کجا میشه حرف زدن بحثه ها. یعنی آره مثلا میخوام بگم فکر میکنم نزدیک به 10 سال پیش بود من توی موقعیتی قرار گرفتم که موقعیت پدر و مادر بودن. اوه
اومدم وارد خونه شدم و بوی سیگار میدادم. هیچی دیگه. مامانم گفتش که پیف 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 چه بوی گند سیگاری اومد. گفتم آره دیگه تو ماشین بودیم و بالاخره سیگار راننده تاکسی میکشیدن سیگار و میکشید. بچه ها سیگار میکشیدن همیشه. واسه دخترها نه. آره راننده تاکسی داشت سیگار خب. میکشید. بعد تا اینو گفتم بابام گفت چرا دروغ میگی؟ زد تو رود. معلومه دیگه این همه وقت سنت هم کم نبوده. نه دیگه کم نبود دیگه. بوی سیگار می اومده، یه تک و توکی پیدا کردن. به هر حال ما هم تا اونجاش با حجب و حیا و احترام و اینجور چیزا بردیمش جلو موضوع رو. نزدی یعنی؟ نه نمیگفتیم که میزنیم. جواب پس ندادی یعنی؟ نه جواب تا اونجا پس ندادم. اونجا تو اون موقعیت میشه جواب پس دادم. اونجا تو اون موقعیت من گیر افتادم. ببین بعد دقیقاً این دوتا موضوع که الان داریم دربارش بحث میکنیم برای من رخ داد. اینکه این سکوته رو باید ادامه بدم دیگه. بابا گفت چرا دروغ میگی؟ خب منم همیشه حالا توی برنامه هام و نگاه شخصی نسبت به مامان و بابا و مثلا کلا خانواده اینجوری هم که باید باشون رفیق باشم. حالا هر چقدر هم که اونا اینجوری نیستن طبیعیه، آدم بزرگترن از ما. مامان و بابا و داداش و خواهر اینا رو بزنیم کنار، یا آدمای بزرگتری ان دیگه. خب طبیعتا ما هم تو اجتماع میریم بزرگ میشیم، راهامون جدا میشه از هم. این که تو کله ما چی میگذره تو کله اون چی میگذره دیگه بحث میشه. اصلا کلا همیشه بحث داریم با هم، همه بحث دارن. اونجا جایی بود که دیگه من باید به خودم ثابت میکردم، چون همیشه من چیزم حرفم جلو زبونم، یعنی میگم همه چی جواب میگم. پس بدت فعاله. آره یه چیز دیگه میگن دیگه، حاضر جواب. حاضر جوابم. آفرین. اونجا اینجوری شد که به بابا گفتم آفرین چرا دروغ میگم؟ آفرین ستون. چرا دروغ میگم؟ چرا باید دروغ بگم؟ بله من سیگار میکشم. خوبم میکشم. من چند سال سیگار میکشم. حالا همین اینجا نگه داریم. هیچی دیگه. در مورد همون بعدنی که گفتی آدم میاد به یه سری کارهایی که تو گذاشتن، مثل اون استاده که پولشو میدم مثلا، ریدم. نشستم فکر کردم، گفتم که فشار آوردم بهشون با این حرف. آره شدید. آره فشار آوردم، ولی یه چیزی اینجا خیلی بهتر بود. این بود که حوصله چیندن این آجرای دروغ رو همون ندارم. آخ رسیدیم به اون دروغ. خب حوصله‌شو ندارم. منم که هی ادعای اینو دارم که با اینا رفیق باشم و خوب باشم. آقا بگو دیگه آفرین چرا دروغ بگی؟ اصلا دروغ اولیو بگی تا آخر باید بری. اوکی. دروغ اول دروغ آخر. اوکی من فکر میکنم اونا بهترین رفیقان، بهترین آدمای جالبی هن که حداقل هر اتفاقی هم بیفته حالا باز باشون به یه شکلی هستیم. حالا آدم با آدم فرق میکنه، یکی از خانواده‌اش خوشش نمیاد، یکی خوشش میاد، ولی من از اونجا خیلی احساس راحتی بهتر و بیشتری کردم. چون تو اون جایی که بیشترین رفت و آمد رو داشتم که میشد خانه، من دیگه به این فکر نمی کردم که دارم با بوی سیگار وارد میشم. به این فکر نمی کردم که مثلا الان یه چیزی پیدا بشه اینجوری بشن قیافشون کج کنن، ناراحت بشن، با یکی صحبت بکنن. خودش گفته به ما دیگه سیگار میکشه. گفت. بعد دعوای چی؟ دعوایی نشد. آره من با مدرسم. فضای آکادمیک تو خونه شما هست؟ بله. خب و بیشترم بین من و مادر پاسکاری میشد و هنوزم میشه. اینو که گفتم فضا سنگین شد طبیعتاً. منم محیطو ترک کردم، هر کی رفت تو لاک خودش. آره دیگه. مثلا مامان اینجوری بود که بنده خدا میخواست یه وغزی بکنه، گفتم بابا یه دقیقه دست نگه دار دیگه. یعنی چی تو هر چی میگیم سری
اصلا چی از این بهتر؟ من حرفمو زدم، بله من این کارو انجام دادم، من این کارو انجام میدم. انتخاب شخصی خودمه و هر موقعی هم که فکر بکنم آقا این دیگه بسه و اضافه است و حالا هر چیز دیگه ای، من اونجا تا جایی که میشد حرف زد و حرف زدم. مطمئنی؟ آره دیگه گفتم. تو اصلا دیگه حرف نزدی، گفتی آفرین. نه گفتم آفرین، چرا دروغ بگم؟ من سیگار میکشم. میدونی؟ تو منتظر بودی پاشن برات دست اگه این کارو میکردن که خیلی خفم. این تشویق بود خودش. آفرین پسرم. ببین بچه هم بودیم آخه این کارو میکردن. مثلا اگر چه میدونم یه چیزی تو خونه میدونستن که کار ماست، مثلا کار بچه شونه دیگه، فلان چیز توی یخچال کم شد دانیال مثلا چه میدونم پسته های آجیل رفت، مثلا چیزای شبیه به این اگر بود، بعد مثلا اگر میگفتن کار کیه، تو چیلیک چیلیک مثل پنگوان میومدی تو جمع میگفتی منم، الهی قربونت برم مادر. نه بابا. آره دیگه اصلا همه مام بابا اینو دارن. تشویق شدی به این رفتار؟ به کدوم رفتار؟ که بیای راستشو بگی. آره من یه دروغگو پرورش دادن، من یه دروغگو هستم. بعد دانیال سعی میکنم دروغ نگم ولی چیزی که مامان بابای من پرورش دادن برخلاف چیزی که تو داری میگی یه دروغگو ماهر که اکثر خانواده ایرانی همینه. خب این خودش مبحث گنده است. این خودش یه اپیزوده. اصلا شاید اونا نمیدونن که دارن چی کار میکنن. اونها با اون چه میدونم گاردی که نسبت به فرزندشون دارن امکان داره یه سری چیزایی بگن که قصدشون شاید این نباشه، اصلا نوع تربیتشون شاید باگ داره، شاید نمیشناسن دارن چی کار میکنن، شاید اون رفیقه نشدن و خب گفتن ای بابا دیگه کارش نمیشه کرد ادامه بدیم. 80% خانواده ایرانی اون رفیق ما نداریم، متاسفم واقعا، ولی نداریم دیگه. وقتی با دوستامون میشینیم همه با هم دیگه حرف میزنیم به این نتیجه میرسیم، خب احتمالاً نداریم دیگه. جامعه آماری میشه همون اطرافیانمون. اونجا یکی از اون جاهایی بود که ولی میدونم من تا اون جایی که باید حرف میزدم و زدم و عمل هم کردم. یعنی سیگار رو در آوردم روشن کردم همون لحظه. چند سال پیش این اتفاق افتاد. نه بابا. چند سال پیش این اتفاق خیلی شیک و درست افتاد و اصلا کامنت خاصی نبود. آقا سنش هم زیاد شده، انتخابشه، حالا ما هم بدمون میاد. آقا این مقوله سنم مهمه ها تو همون فضا. خب آره دیگه، تجربه زیسته میره بالا، احترام میذارم بهت، احترام میذارم. حالا تو اگه دختر بودی که چی؟ تو همون فضا اگه دختر بودی داستان تازه شروع میشد. یعنی میخوای بگی که دختر نمیتونه این کارو بکنه؟ نه نمیتونه. خب برمیگرده به اون خانواده دیگه. ببین آخه سیگار رو که از دکم میشه خرید. خب بحث سر اصلا کاره نی، بحث سر اینه که تو جنسیتت چیه، پس فردا قراره مادر بشی یا نه. اینا همه تو ذهن ننه بابا ایرانی هست. این چی میگم؟ خب آره اونم خود باباشه، دختر زشت فلانه، کلیشه دختر. آره خب هیچ بحثی توی ندارم، این خیلی گنده است، همه جای دنیا هم هست. حالا اینجا شاید یک شدت آره خیلی همه جا هست. همه جا هست، نمیتونیم بگیم این نگاه نیست. سکسیستیه دیگه. ولی به همون اندازه نه، حالا خیلی اینقدر زیاد، ولی در مورد پسر هم هست. اینکه تو یه کارهایی رو بکنی که توی عرف اونها، یعنی عرف ذهنی اونها، خانوادهشون فلان نمی گنجه، این مسئله هم خیلی مطرحه. در حالی که تو رفتی بیرون تربیت شدی تو خیابون و من تو مدرسه تربیت شدم. اوکی هر نه دیگه، تو همون مسیر هم تربیت میشی. چرفی تو با دوستات تربیت میشی، تو با 100% تو با همین تربیت میشی. اما از اون دایره که بیایم بیرون و همینطور که من بزرگتر شدم، نمیتونم بگم من همه حرفامو زدم. آره نمیتونم بگم که همه حرفامو زدم. ببین تو دعوا خوب میشه حرف زد. قبول داری میریزی بیرون. یعنی اگه سر اون سیگاره خب آفرینه رو نمیگفتی و
میگفتی نه اصلا چرا به من گیر میدین، شماها کی هستین؟ اگه اونجوری پیش میبردی، خب دستاوردش چی بود؟ دستاوردش این بود که یه سری حرفایی هم میریختی بیرون. خب نیازی نبود، موضوع مشخص بود چی بود. آره و اینکه من فکر میکردم همون حرفایی که دارم میزنم کافیه، لازم نیست بی احترامی بکنم، لازم نیست بهش بد و بیرا بگم. اینم در نظر بگیریم من خیلی منطقیم، یعنی منطقی بار اومدم. اونم باز فکر میکنم دقیقا ارتباط داره به مادر، همه چیزو داره ربط میده به مامانش. مامانیه. آره نه ما خیلی جنگ داریم اتفاقا با هم، ولی ایشون وقتی فلسفه منطق تدریس میکرده من سکوت میکنم اونجا از اینجا به بعد پادکست خودتی. ببین آخه نمیتونی هر چرت و پرتی رو بگی. یکی میاد که یک مثلا یا جواب بهت میده یا میگه برو بیشتر فکر بکن یا یه تسکی بهت میده میگه برو مثلا اونجا این نتیجه این عذاب در میاد. مثلا درگیر این مسئله بودیم. خب حالا بحث اصلا اینه که ما تا کجا میتونیم این کارو بکنیم که به دعوا نکشه. چگونه دعوا نکنیم؟ ببین آخه بعضی حرفا تریگر یه سری عصبانیت هاست. خب اون سکوتر هم به نظرم کظم غیظه. یعنی مثلا تو میخوای همزمان توهین نکنی، حرفتم بزنی، حقتم بگیری، بعد اینو اونم عصبی نکنی که اونا به توپن بد. تو میخواستی به توپی یا اونا، میدونی جا عوض میشه. این خیلی مبحث عمیقیه، من اصلا نمیتونم. آقا وایستا، اصلا بحث من اینه که بله این چیزی که در مورد توی دعوا گفتی هست. کار چرا به اینجا کشیده میشه که ما سکوت کنیم؟ مثال میزنیم، من و توی نوعی با همدیگه یک کاری رو داریم انجام میدیم. تو نسبت به من نقدی داری توی اون کاری که انجام میدم و من نسبت به تو. هی این نقدها رو نگیم، هی این چیزایی که به ذهنمون میرسه رو نگیم. یه انباری میشه این وسط از نگفته ها، انبار باروت که مترصد یک دعواست که بریزه بیرون و منفجر بکنه این انبار باروتو. خب من فکر میکنم گپ ما تو همین یعنی صحبت ما تو همین گپ هست، همین فاصله. چرا اینجوری میشه؟ چرا حرفا رو نمیزنیم؟ تا کجا میشه مثلا یه حرف رو زد یا نزد؟ خب من باز دوباره برمیگردم به همین که اون رابطه به چه شکله، با دوستت، با همکارت. اول باید ببینی آجر اول رابطت چیه. با پدر مادرت به قول تو منطقه تو خونه شما، خب، یا مثلا تو خونه ما مستقل بودنه. خب خونه اون یکیا چه میدونم همون در حد دروغ نگفتن و فرزند خوبی بودنه دیگه. خونه یکی دیگه سیگار نکشیدنه. آجوراشو چجوری بنا کردن؟ میدونی؟ آخه مثلا یه موقع هست تو میگی پدر مادر من منطقی، حرفتو میتونی تو لحظه خیلی منطقی بدون عصبانیت بچینی کنار هم بگی آقا اینه مطلب. یه موقع هستش خانواده اصلا منطقی نی، اتفاقا کاملا احساساتش جلو دستشه، انبار باروت هم آماده است، اونجا میخوای حرف بزنی نمیدونی چجوری بگی، چون 2 گزاره منطقی چیدن کنار هم خودش یه درسه. اینجا برمیگردیم به خب درس منطق. اوکی ولی ببین این مگه غیر از اینه که آدم ها انگار سعه صدر ندارن؟ یعنی تحمل شنیدن نقد ندارن. من میگم ندارن. خب هیچ بود. خب این باگ دیگه. آره برای همینه که این اتفاق میفته، سکوت رخ میده. بعد این سکوت میکشه به درازا، یا میبینی رابطه تموم شد از بس سکوت کردن. تهش هم دعوا میکنن، یه سری حرفای عجیب غریب رو میزنن در حالی که میدونی مال گذشته است. اصلا یه چیزایی رو میگن. آره خانوما خیلی این کارو میکنن. آره دعوای گذشته رو هی پیش میکشن، میارن وسط. اونجا بهت گفتم اون کارو نکن کردی. حالا اونو خیلی وقت پیش حل کردی یا آره پروندهشو بستی، ولی پرونده یهو میاد جلو، پرونده رو دوباره باز میکنه. ولی خانوما میکنن دلیل داره، میدونستی؟ نه. ببین
حل نشده راستشو بخوای. یعنی وقتی خانومه اون پرونده هر رو دوباره میاره بدون که اون پرونده حل نشده. برای چی میگه حل شده پس؟ برای چی میگه اوکی؟ تو ذهن مرده حل شده دیگه. نه دیگه، یارو هم تموم. خب تموم، مرد تلاش خودشو کرده یا تلاش خودشو میکنه. تلاش چی؟ بیشتر تلاش کن. یعنی چی؟ مگه مثلا زن اشتباه نمیکنه؟ بابا اصلا یه پرونده یه دوتاشون مقصرن. از جانب یاروه شاید حل نشده. میدونی چرا؟ چون حرف نزدن با هم، کشیده به وقت اضافه سکوت. خب اوکی، کی مقصره؟ دانیال تو رابطه داریم میگیم، کسی مقصر نیست. آقا یعنی چی؟ مگه میشه؟ یه دقیقه وایستا. شما خودت مقصر تو اون رابطه ای بودی که داشته دروغ اولین دروغو چرا تو روش نیاوردی؟ بگم؟ آره. شوخی به شوخی میگیری که فقط از دعوا اجتناب کنی. گفتم اون موقع بهت دروغ در حد یه سوپرمارکت دروغ رفتن هم میتونه دروغ باشه. من اینو در موردش با یکی صحبت کردم، گفت آقا هر چیزی که ما خلاف واقع میگیم که دروغ نیست. مثلا میگن یارو چاخانه. خیلی جالبه. خب شوخی شد دیگه، ببین به شوخی کشیده شد. خب وایستا، یارو اگه چاخان باشه ما تیپیکال یارو رو فهمیدیم، چاخان میکنه دیگه، چاخان داره میکنه. حالا دیگه این که ما چجوری بشناسیمش تو ابعاد دیگه یک بحث دیگه است که آقا این چاخاناشو داره قاطی میکنه که دروغ میشه یا چی. دیدی دیگه یک جایی مثلا یک میز اونورتر یارو بلند داره چاخان میکنه، بلند گوه میخوره. آفرین. ولی اگر اون همونو بیاره تو یه جایی، یعنی یه فکت اشتباه بده که ما بر اساس اون بریم جلو، فکر میکنم این دیگه سکوت کردن نداره. نه نداره. نه سکوت کردن نداره. تو اونجا داشتی شاید تشخیص میدادی که آقا داره چاخان میکنه. دروغ اولش چی بود؟ اولین دروغی که بهم گفت چی بود دیگه؟ گفتی اجتناب از دعوا. ببین اولیشو ول کن، بذار بدترینشو بگم. خب اولینشو یادم نیست. بدترینش این بود که آقا نشسته بود رو توالت به من میگه بیام بیرونم. خب من الان بیرونم دارم میام هنوز. من گفتم صدا ماشین چرا نمیاد؟ تا سیفونو کشید. آقا اصلا کار به سیفون نکشیده بود، برای خودش داشته صفا میکرده. ولی چرا مثلا یه کار برگشتی گفتی من الان بیرونم، الان بخندم؟ بعد دقیقا همین گفتم الان شوخی، این شوخیه؟ این کجا شوخیه؟ و با تأخیرم رسید؟ نه سر تایمش رسیده بود. ما مثلا نگران، عاشق، دوست داریم بدونیم که طرف کجاست، چی کار میکنه. اصلا بحث چک کردن نیست، چشاتو اونطوری نکن. خب نه، داشتم به این فکر میکردم که تو اصلا از کجا تشخیص دادی که اون تو ماشینم آخه آکوستیک مرتب سایلنته. خب من میدونستم پنجره رو میده پایین معمولا. الله اکبر، شما چقدر آدمای عجیبین. تو که الان قضاوتش کردی که آقا نه این دروغو حساب نمی‌کنم. یه دروغ جالب‌تر بگو. من شوکه شدم. میدونی چرا؟ به خاطر این بزرگترین دروغش بوده. نه این بزرگترین هم بدترین بود. میدونی چرا؟ چون انقدر نچرال گفت، انقدر بدون مرگ، انقدر چیل، انقدر اوکی. یه جوری گفت که انگار مثلا هیچی، مثلا دارم چای میخورم. میدونی من بیرون هنوز نرسیدم. خب چطوری من دروغ میخوام بگم یه قرمزی میشم، یه منمنی میکنم؟ چرا انقدر طبیعی تونست به من بقبولونه که من بیرون؟ و قبلش هم دروغ‌های مشابه گفته بود. بله. نه تو قدرت تشخیصت خب تو اینجا بالا بوده دیگه، تو متوجه میشدی که داره دروغ میگه و دیگه کم کم داشته بهت بر میخورده. آفرین. اونجا که میخوای یعنی داری خر فرض میشی. خب تو چرا سکوت کردی؟ گذاشتی ته رابطه و بستیش. میدونی چرا؟ چون یه جایی میرسه تو فقط میخوای از بحث اجتناب کنی، اعصابتو آروم کنی و به زندگیت ادامه بدی. تو که بیشتر اعصاب خودتو خورد کردی. آره دیگه، موند رو دلم. آقا چرا یه جایی این کارو نکردی که اینقدر سکوت؟ واقعا چرا نمیفهمم. تو بیشتر خودتو زجر دادی. یه بار زجر میکشیدی، اگر که زجر باشه که میگم زجر نیست. آخه به یارو میگی فرض نکن ما رو، این چه کاریه داری میکنی؟ یارو میگه خب شوخی کردم دیگه، شوخیه. تو چرا طبع شوخ طبعی نداری؟ چرا
نمیخندی، شوخیه دیگه، شوخی. میدونی این پسرایی که میگن بترسین، این شوخ طبعایی که میگن بترسین ازشون، که یه موقع پس فردا الان یهو داری میخندی، پس فردا اونجا داری میخندی اونجایی که نباید. ولی جدی حالا پسرایی که زیاد میخندونن تو اینا رو بذاریم کنار، به قول تو من نباید به شوخی میگرفتم و باید حرف میزدم. اون قسمت اون جایی که اون دروغ رو شنیدم، باید اون پرونده دیگه، پرونده اسمش دروغه دیگه، اسم پروندهشو بزنید، پرونده دروغ رو میآوردم. خدایی نباید اینجا میگفتم فلان جا همینو گفتی، فلان جا همینو گفتی پرونده خانم. آره ببین حل نشده دیگه. ببین هنوز داره دروغ میگه، من مجبورم پیش بکشم از گذشته. اوکی، من مقصر رو یه کسی دیگه میدونم. مقصر رو کسی میدونم که متوجه میشه که داره بهش خلاف واقعه یه چیزی انتقال داده میشه. خیلی هم این کار رو انجام میدن، خیلی ها. اینجوری پلک میزنی دلیلش چیه؟ دارم فکر میکنم که چقدر زیبا میفرمایید. ادامه بده. اینجوری وقتی تاییدات اینجوری هیستریکه. به تاییدای من گفت هیستریک. وای 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 دختر خاله هواتو دارم. تا یه اوسیدی از ما بیرون نکشه ول. نه آقا ولی جدی من تازگی فهمیدم ADHD دارم و تا الان نمیدونستم. بازم خانواده ژنتیکیه. آره مامان بابام هم همینه، بابای مامانم هم همینه. نه قرار داریم نه آرام، از اون برم انرژی زیاد، نمیدونیم کجا بریزیم. وای ببین من خودم هم همین شکلی ام، ولی اصلا حالا دنبال این که این اسم و فلان همینم دیگه، چیکارش کنم؟ لیبل زدن. آره حوصله ندارم، دوست دارم همینطوری بگذرم. بعض وقتا خیلی مثلا حالتهای عجیب غریبی میاد که به خاطر وجود چه میدونم سوشال و اینترنت و فلان اینجور چیزا یه سری چیزا میخونی دیگه، این ور اونور یکی میمیسه که فلان اگر این حالت ها رو دارید، اگر این علائم رو دارید فلان، رد میکنم مثلا دیگه حوصله ندارم. میدونی ببین از یه سنی به بعد دیگه ول میکنی، سکوت میکنی، حوصله نداری. آفرین. خب بلا سر آدم میاد. آقا الان من یه وقتایی میخوام شدی؟ بلا سرم نیاد. خب اوکی الان برای چی تنها شدی؟ دیگه حوصله بلا نداری. آفرین. حوصله جر و بحث نداری. آره شاید با خودت میگی که خودم پیدا بکنم، خودم رو درک بکنم خیلی بهتره این که خودم رو به یکی بقبولونم و درک بشم. 100%. خب من که اینو به فال نیک میگیرم، یعنی برای تو به فال نیک میگیرم، به خاطر اینکه تو داری خودتو تربیت میکنی، یعنی خودتو تربیت کردی که به اینجا رسیده. آقا بعد 25 تربیت اتفاق نمیافته، رها کن. این چه حرفی؟ به قرآن این چه حرفی؟ باور کن. نه این حرفو اینجا زدی، جای دیگه نزن. این تیکه کلام من اصلا این حرفو اینجا زدی، اصلا از کسی این تیکه کلام هم گرفتم من. تازه سر شبه بابا، یعنی تازه آخر شبه. ببخشید تازه سر شبه، راحت باش. آره از 25 به بعد تربیت همچنان ادامه داره. وا این چه حرفی؟ از کجا اینو میگی؟ ببین من حالا جدا از علم حس میکنم که دیگه بلوغ عاطفی و فکری و از این چیزا تموم شده. میدونی چی میگم؟ یعنی درسایی که باید و حالا چه تو خانواده چه تو روابط گرفتی، حالا داری درسا رو یه ذره بست میدی، یعنی درسا رو یه ذره یه دیتیلی هم بهش اضافه میکنی. الزامن این که تو میگی اتفاق نمیفته نیست، اتفاق میفته، ولی به اون شدتی که ببین تو بچگی و بلوغ اول تو، یعنی همون سن بلوغ تو اینا اتفاق افتاد نیست، شدتش خیلی کمه دیگه، اونجوری سیلی تو صورتت نمیخوره. لیترالی نه ها، درس زندگی رو میگم. با همه اینها بازم حرفتو نمیپذیرم، به خاطر اینکه موضوع مغز
مغز اونجوری که تو داری میگی انگار از 25 یه سری ورودی دیگه نداره. نه ببین میگم اون دیتیلا اضافه میشن. من نمیگم یعنی کتاب بسته شد و فلان و بهمان، نه دیتیل اضافه میشه. یعنی یه سری درسا داری تو ذهنت آماده، یه سری مثلا چه میدونم استریوتایپ کردی آدما رو، اخلاقاشون و خانواده ها رو، دیگه به اونا چیز جدیدی اضافه نمیشه. دیگه نمیبینی بگی واو این چه پدیده ای بود، بلکه چیزی که یاد گرفته شده از قبل، یعنی اون زندگی زیستت شروع میکنه یه سری دیتیل بهش اضافه میشه، یعنی یه سری جزئیات بیشتری یاد میگیری. ببین میل به نظر من برمیگرده به این که ما چقدر در معرض قرار گرفتیم، در معرض همین داستانهایی که تو داری میگی. خب پس نمیتونیم بگیم از 25 به بعد الزاما این اتفاق دیگه نمیفته. خب تو بچه پایتختی، من بچه یه شهر کلان بزرگ. اگر بریم یکم اونورتر، اگر بریم در یه منطقه دیگه، در یک شهر کوچیک‌تر، فرهنگا که سر جاشه. خب دیگه آموزه ها، من یه سفر برم بیام. سلطان سفر. یعنی آموزه ها، تجربه ها، مواجهه، ببین دانیال، آره ولی مثلا همین پیش پا تو سفر با یکی آشنا شدم، بعد پیکاپ لاینش هم این بود من چرا تو رو زودتر ندیدم. ای بابا دیدی که آره پسرا اینو به همه میگن. نه پسرا نیستن. اونی که بابا خیلی من چرا زودتر با تو آشنا نشدم و همه میگن. آره خب دختر پسر نداره دیگه، یعنی پسر تنها نیست دیگه، دختر بابا بی خیال. بعد بهش گفتم که ببین اصلا رو من کار نمیکنه اینا. خب و کار نمیکنه مثلا زودتر الان ما رو دیدی چیکار می‌کنی؟ همین. خب الان دیدی پلنت چیه؟ آره بگو ما رو سورپرایز کن ببینم. نداشت میخندی. به خاطر اینکه با یه کسی مواجه شده که دیتیل بیشتری بلده، جزئیات بیشتری بلده، ولی دلیل بر این نیستش که حرفش حجت باشه. خودش رابطه‌ش رو قطع میکنه. یعنی با یه موضوعی مواجه شد و سلسله جزئیاتی که کلافش کرد. الان مرحله بعدی رو تو هنوز تست نکردی، چه میدونی چه اتفاقی میخواد بیفته که بگی تو تجربه زیسته 25 به قبلم دیدم. خب الان جزئیات بیشتری مثلا داشت این موضوع. میخوام بهت بگم حرفتو فهمیدم از اینجایی که یک روزی من هنرستان سینما خوندم، استادمون گفتش آقا کلن مضامینی که برای فیلم ها ساخته میشه دیگه به اندازه کافی ساخته شده و در اومده. اوکی؟ دقیقاً. حالا ما مثلا کلی فیلم داریم در حوزه عشق، در موضوع مادر، قتل، برو تا ته. میگه این نگاه کارگردان به اون موضوعه که دوباره ما میشینیم یه فیلم درام میبینیم، جنایی میبینیم. مطمئنی لباس بازیگرا نیست؟ لباس دوست دارم. خب حالا هرچی همه اون پکیج با هم دیگه میشه نگاه کارگردان. نه ولی حرفتو قبول دارم. یه سری تیپ شخصیتی رو میارن میچینن دور هم، میگن که حالا بازینه، حالا قصه اینه، حالا اتفاق اینه. خب واستا آوردمش برسیم به کجا؟ برسیم به اون سریالی که یه فصلشو تو هم دیدی منم دیدم. اسمش چی بود؟ Scenes from a Marriage. آره لحظاتی یا صحنه‌هایی از زندگی زناشویی. ما یه فصلشو دیدیم. بی‌نظیر. فصل اولشو دیدیم. درسته؟ ببین تموم شد، یه فصل بود. همون دیگه منظورم دیدیم. آره دیدیم. خب کشیدیش وسط ها. آره خب نه کشید یعنی منتظر بودم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عین همین داستان اونجا هست. آقا اون سیگار رو روشن کن. عین این داستان تو اون فیلم بود. عجب فیلمی هم بود. میخکوب دیگه. آقا بشینید ببینید، تو رو خدا تازه سر شب بشین ببین. اون دقیقا همین بود. بی‌نظیر بود. سکوت، بازی آیزاک. سکوت، چقدر حرف نزدن. دیدی اون یه تیکش رفته بود حرفاشو با تراپیستش داشت میزد، یعنی حرفایی که باید با زنش میزد حل میکرد و برد پیش تراپیستش و کتابش کرده بود، یه آورد به زنه نشون داد، گفت بیا اینا رو برات بخونم.
این چی میگم؟ خیلی فاکتاپه ها، یعنی اون رابطه فاکتاپه. حرفاتو ببری برای تراپیستت. دیدی حرفای تقابل به مثل کردن آره تا انتها. بله. این همون تا کجا میشه حرف زده است دیگه. حالا یه چیز جالب بگم، به نظر من داشتم اسپویل میکردم سریالو. بگو. خطر اسپویل دیگه. آره دیگه داره یه ذره خطر اسپویل. در موردش آخه میخوایم حرف بزنیم، ولی بازم به نظر من هیچی از اون ارزش اون فیلم کم نمیکنه، کماکان اون دیالوگ ها و اون موقعیتی که داره رخ میده باعث میشه همه میخوب بشن. اینم بذاریم سر جاش. اون جایی که کاراکتر زن میاد و یه گره به وجود میاره، اینجوری صحبت بکنیم اسپویل هم نمیشه. من کار این زن رو خیلی دوست داشتم. اسپویل میشه کجاشو دقیقاً داری میگی؟ اولش خب که میاد بیان میکنه که از سفر میاد فلان. آره من کار اون زن رو خیلی پسندیدم. اما چرا به قبلش اون آدم کاری رو نکرده که ازش متنفر بوده، که یارو بره اساسش رو بچینه واسه یک فرزند دیگه، یه نگاه دیگه به زیست داشته باشه، به زندگی داشته باشه. و اینکه ما متوجه میشیم فرد مذهبیه. بله این پیش زمینه مذهبی تو مرده خودش یه جریان بود اصلا که زنه اصلا نداشت. نه گم بود اصلا، خودش هم پیدا نکرده بود چه برسه به دینش. حالا نمیگم که دین نداری خودتو پیدا نکردی، من به همه آتئیستا در مقابل چیز دیگه، در مقابل همسرش. دقیقاً یعنی دو تا فرهنگ، دو تا چیز جدا، دو تا دین جدا، خیلی از هم جدا، ولی خوب با هم داشتن میساختن. یهو چی شد؟ آره اونجا رو خوب چید. من فکر میکنم این بحث تا کجا میشه حرف زده رو اون به خوبی اونجا اجرا کرد. آره حرفشو زد. این که چه برخوردی باهاش شد، این که ما تا اون جایی که حرف میزنیم به تبعاتش فکر میکنیم که بعضی وقتا حرف نمیزنیم. 100%. خب همش مطرح میشه. آدمیمون پیچیده و خب وابستگی بنفیت خودمون. آره وابستگی همین وسط مطرحه. یعنی میگه اگه بابام بفهمه من از ارث محروم میکنن، اگر بابام بفهمه کلمو کنده، مامانم بفهمه چه میدونم بیچارم میکنه. اوکی، اینا هم یه سری گزاره های خیلی بده. خیته خیلی اوضاع خیته. ولی خب فکر میکنم تمام کمال توی اون فیلم داشتیم به همینجا میرسیدیم که کاری ندارم که تاش چجوری شد و کانسپت به کجا پیش رفت و فینا، کاری به اون تاش عجیب شد. آره تاش عجیب شد واقعا، که گفتم تقابل به مثل رخ داد. ولی اگر اون لحظات خوب آخر رو در نظر بگیریم، انگار فیلم داره به همون یه چیزی میگه. وقتی نمیگی این انبار بارود گنده تر میشه، یا یارو فرار میکنه و این انبار بارود رو سر بازمانده میترکه، یا همونجا میزنی جفتتون رو با هم میپکونه. اگه این فاصله و این حد وسط رو حذف بکنیم، میبینیم که یکی اومد حرفشو زد، بچه هم با خوبی و خوشی گذشت. منتها این وسط یه دیزالوی خورد دیگه، یعنی یک گذر زمانی ما انگار اگه بخوایم تو ذهنمون در نظر بگیریم، یک گذر زمانی این وسط هست. به گمان من اگر من امروز بیام به تو اولین نقدی که برام به وجود میاد رو به تو بگم، این 1 ساعت نه 1 سال. 1 ساعت میری تو خودت، 1 ساعت با خودت فکر میکنی، ماحصل هرچی که هست. یعنی یا میگی برو گم شو، من اصلا طاقت نقد ندارم، برو گم شو بابا. خب یا هم که هیچی دیگه، در نهایت حل میشه، اون 1 ساعته به اتمام میرسه و طرف میگه که چقدر خوب یه رفیق دارم. ببین اگه از این آدما پیدا کردی که نقد رو کردی، گفت چه رفیقی داریم، اینو دو دستی بچسب.
اصلا ولش نکن آدم رو. به خاطر اینکه من خودم بزرگترین ضربه زندگیمو از آدمایی خوردم که به هیچ عنوان نقد پذیر نبودن. حرف تو دهن من خشکیده تبدیل شده به دعوا. دست منم نبوده. من میدونستم حرف من، نقد من این آدم رو میپکونه، میسوزونه. سکوت کردم، بعد عصبانی شدم. خب اون چه بنفیتیه که تو باش داری میری جلو؟ ببین راستشو بخوای روابط فقط در پای بنفیت نیستن. ولی نه جدی نه باز اینم قبول ندارم. آخه نگاه کن، رفیقت که مثلا بچگی با هم بزرگ شدین چیز بدی هم نیست این که یا میگیم پدر مادرتو نمیتونی عوض کنی. خب بر پایه نفعه، همش بر پایه نفعه. اصلا نفعه، ولی اون نفعی که حالا الان مخاطب فکر میکنه که آره من از این یه چیزی بکنم یه سودی داره، اون رو نمیگیم. خب نه قطعا ما در مورد اون حرف نمیزنیم. میخوایم بگیم بابا رابطه انسانی بر اساس اصلا نفع و ضرره. اوکی آره اینو که قبول دارم. ولی تو باید بپذیری که اوکی اصلا از اینجا به بعد اگر من چنین چیزی رو بشنوم خب آخه نفعی نیست، نه برای منه نه برای توئه، چون من فهمیدم و تو هم خراب کردی. منم دیگه نفع از تو نمیبرم در آینده نه چندان دور. اگه خواستم کات کنم گوشیو میدم میگه راست دستت. اینم باز ایده یه دیگه منتها من دارم کات میکنم، بیا جوابشو بده. من آخه اینجوری نیستم، یعنی من یک چیزی می‌نویسم چتی رخ نمیده. بنویس یه نامه چیزی بنویس بده دستم. نه بابا من اصلا جمعش میکنم همونجا. مثلا بعضا دیده شده که یه پیامی هست پاسخ ندادم، مثلا اینقدر منطقه این طرف سنگینه که ایگنور کنندش قویه. بچه‌ها کیا ایگنور شدن توسط دانیال؟ دشمن تراشی میکنه. آدم یاد میگیره. خب آدم میبینه و یاد میگیره. آدم آموزش میبینه که کی از محیط نویز بیاد بیرون. یه دو هستن میمونن توش. بهم گفتم خوش به حالت، ولی در آخر که سفر میکنی کار درست رو تو میکنی، به خاطر همینه نمیمونی یه جایی که همش هی فشار. ببین فشارا مثلا این کتابخونه هست، کتابا رو میچینی رو هم یهو میریزه رو سرت. حالا دانسته ها تو اینا رو هم به کنار، من این اتفاق برام افتاد. یعنی کات که کردم یه کتابخونه ریخ رو سرم. تو میگی میری سفر خالی میکنی فلان، ولی اون کتابخونه که ریخته رو سرم هم آسیباش هنوز هست. به هر حال تو از زیر آوار خودتو کشوندی بیرون. آره. و رفتی یک درمان ریزی کردی و اومدی. 100%. ولی تو داشتی یه چیزی میگفتی که من زدم قطعش کردم. من داشتم میگفتم آدمایی که نقد رو نمیپذیرن به شدت آدمای سختی هن و اصلا من میگم کنار اینا نباشین، به خاطر اینکه خراب میشیم. یعنی میدونی ذهنمون داره منطقی فکر میکنه و تصمیم میگیره و زندگیشو به هر حال میچرخونه، بعد یه آدمی میاد که تو نقدتو داری، سازندم هست، نمیتونیم به قول معروف برسونی بهش. نقد رو نمیتونی، حالا نکوبیم روی کسی خدایی، نقد رو نکوبیم، درست بیان کنیم، ولی هیچ جوره میبینی نمیتونی حرفتو، نقدتو به این آدم خشک، به این آدم سخت هیچ نفوذی نداره. نمیتونی نقد رو بیان کنی. حتی من فکر میکنم مواجهش سخته. بله من فکر میکنم اگر تعریفش بکنیم که کجا دیگه نقد نمی کنیم و این آدم رو رها میکنیم خیلی بهتره، چون داریم زندگی واقعی انجام میدیم دیگه، همش دیگه هی تعریف نباشه صرفا. اون جایی که من تلاشمو کرده باشم، تلاشتو کرده باشی، یعنی رفته باشیم به سمت اینکه هی نقد بکنیم ببینیم پذیرش نیست. اون جایی که ببینیم میگه پذیرفتم ولی تغییر نمیبینیم. از همه مهمتر اون جایی که خودت هم نقد پذیر باشی. اینم هست 100% دو طرفه است. بله. یعنی بعضن یه جای ماجرا میره سمت دیگه قضاوت کردن. دقیقاً. خب باز به نظر من به امتیازها برمیگرده، واقعا به امتیازها برمیگرده.
این که ببینیم که آقا pros and cons. ما چقدر تلاش کردیم که این نقده رو بگیم. من حتی اینم نوشتم تو رابطه قبلیم، یه روز نشستم نوشتم، خیلی برابر شد پروز و کانزش، خوب و بدش مساوی شد، بازم موندم. خیلی جالبه اصلا، آدمیزاد جالبه، این میزان سازگاری کلن جالبه، خودش یه بحثه. آره خب مغز آخه سریع با توجه به شرایط چیز میکنه. آره مثلا تمهیداتی میچینه واسه خودش. شما ایرانی رو ببین، گرونی روش تاثیر نداره، نمیدونم ظلم تاثیر نداره، زندگیشو میکنه آروم، حالا بعضن آروم. موضوع اینجاست که تو چقدر به خودت احترام میذاری، چقدر. در مورد این مسائلی که گفتی من یه چیز دیگه ای رو میخوام بگم. بگو. آدمی که توی ایران هست با مشاهده هر چیزی، این ماجرایی که داریم میگه اصلا تنها توی ایران نیست، همه جا هست. یعنی ماجرای تورمی که داری میگی، ماجرای ظلمی که داری میگی روی کره زمین هست، اصلا اینو بذاریمش کنار. من فکر میکنم انسان خلاق همیشه دست به ابتکار عمل میزنه 100%. باز میره یه لاین دیگه رو به وجود میاره، ولی نمیدونم آخه چرا از اصل مسئله داره فرار میکنه. مثلا میدونی چند وقت پیش داشتم میخوندم که چه کشورهایی بیشترین مالیات رو دارن میدن. فکر میکنم رسیدم به آلمان که نزدیک 50% اگر اشتباه نکنم، یا حالا این کشور دیگه. من همونجا باز دوباره ذهنم درگیر شد که یک ایرانی در اون وضعیت چی کار داره میکنه. خب به این نتیجه رسیدم که الزاما مال ایرانیه نیست. نه واقعا. آره دیگه، یکی دیگه هم که اونجا باشه راه و روش و مسیر رو یاد گرفته، میگه یه کاری میکنم که بشه دیگه، یه 50% یه بیزنس هم بده. آره. اون یکی دیگه اوکی یه کاری دیگه میکنم براش، دم یکی دیگه رو میبینم فلان میکنم، ولی چیزی حل نمیشه در اساس. نه فقط راه جدید پیدا میکنی برای سازگاری و خیلی جالبه دیگه. و تو سازگار شدی دوباره. با گشنگی هم حتی آدم سازگار میشه. و تو سازگاری رو باز پیشه کردی. ببین مگه تو رابطه غیر سازگاری جواب میده؟ آخه جدی سوالمه. سازگاری با چی؟ دروغ ما میگیم دیگه، کار حرفای اشتباه، نزده رو کار اشتباه، تدابیر اشتباه. چجوری میشه سازگار بود کنارش؟ نه من سازگار نیستم. اون یه ساعت بحثی که گفتی را میندازم و نه اون یه بحث دیگه است. طرف به نتیجه نرسه ها. خب از الان بهت میگم آماده باشه. نرسه. یکی از دوستام بهم گفتش که آقا یه چیز جالبی در مورد تو فهمیدم. تو وقتی میخوای بری توی رابطه میشینی بررسی میکنی، همون اول، حالا هر جوری که بررسی میکنم به این نتیجه میرسی که نمیشه، اصلا یه جای کار میلنگ، حالا هر فاکتوری که هست، یه درد سر داره. گفت تو همون اول میگی نه و میری و دنبال درد سر نیستی، اگر که تعبیر کنیم که اون رابطه میخواد درد سری داشته باشه. حالا اصلا من یک دختر هیچ فرق نمیکنه، گاردی نباشه این وسط، ولی من دخترم اینجا. ولی ما یعنی من و حالا مثلا میگفت چند نفر دیگه، میگفت ما متوجهش میشیم، ما میریم تو دلش، میریم تا جایی که بخوره به درد سر. آره. چوب معلمو شنیدی؟ بچگی بود واقعا، خودش میگفت چوب معلم، یا مثلا دیگه معلم پرورشی که مهربونتر بود، مثلا معلم پرورشی که ناظم لگدش قوی مثلا.
میگفتن. شما معلم مردم داشتین؟ آره دبیرستان پیش دانشگاهی. ولی نمیدونم چرا ما معلم خانم نداشتیم. آخه اینجا نشسته میتونی استفاده کنی. تو دبستان هست فقط دیگه، میدونی تو دبستان هست و تو مهد و پیش. پسرها و معلمای زن خدا. ببین لابد یه دلیلی داره که معلم زن نذاشتن دیگه، دلیل جنبه نداره. من داشتم دیگه شاگرد کلاس 6 داشتم با لگد زدمش. آره چوب معلم. یعنی توی دبیرستان دخترها جنبه دارن؟ نه. آفرین. اگر میگفتی آره شروع میکردم یه لیست از خاطرات دوران دبیرستان با دخترای دبیرستان. نه خیر اسم نمیبره. اصلا فکرشو نکن که از اونا بخوام خاطره‌ای بگم. معلماش هستن. معلمای بدبخت. الان دارم گوش میدن یعنی؟ امیدوارم که گوش بدن بخندن یه ذره تو این سایت. بگن ای عجب روزگاری بود، مثلا عجب چیزی گفتن. نره فقط یک جایی به چرخه نگاه کنه ببینه که کجا سالان اینه باز. آره دیگه اینم برمیگرده که آقا من دنبال دردسر هستم یا دنبال دردسر نیستم، اعصابشو دارم اعصابشو ندارم. اینا رو تو اون دوستت که راجبت فهمیده بود همون این کارا رو میکنی؟ یعنی میشینی فکر میکنی ببینی اعصابشو الان داری یا نه؟ نه من صحبت میکنم. من خیلی اساسا با حرف زدن و معاشرت کردن سعی میکنم چیزی درک بکنم. ولی اگر خب تو حوصله حرف زدن داری، خب بشه که اولش یک مذاکره و یه اصول فنون مذاکره رو اینجا پیاده بکنیم. مردی که حوصله حرف زدن داشته باشه خودش مثلا مقوله کمیابیه. اون سری هم بهت گفتم سر دروغ. آره یادم. من هستم، من خیلی دوست دارم. آخه اصلا الان همه میخوام بدونن اون اپیزود دروغ چیه. اون اپیزود ماکت بوده، بین خودمون بوده، اصلا خیلی چیزاشو اینجا هم داریم میگیم اوکی کلا. ولی من اصلا تنها راه حلی که وجود داره واسه این که بتونم یه کسی رو بشناسم اول از همه حرف زدن. چون اون تنها حالیه که، یعنی تنها وضعیتیه که خود فرد خواسته بیان میکنه. هر چی تو کلش هست اصلا خلاف واقع و نمیدونم واقعش اصلا بحثم نیست. یعنی حقیقت داره میگه، دروغ داره میگه، ایناشو کاری ندارم. در هر صورت داره همونجا حرف میزنه و دیگه میشه تو تجربه زیستت که ببینی این چیزایی که داره میاد بیرون کسچیه یا نه. آفرین. حالا من میام ترجیح میدم که اینا رو بشنوم یا بلا فاصله میبینم که اصلا اون حرف ها بس این سبک زندگی و این چیزی که داره به من نشون میده میاد یا نمیاد. که خب اگر نیاد من حوصله دردسر و بحث ندارم. اگر بعد تو ببین بین صحبت اینجوری هستی که با خودت تو ذهنت یکی رو ببینی بعد بگی که خب اگه یه روز دعوامون بشه این منو با چی میزنن جدی، اگه یه روز بحثمون بشه این چجوری قراره هندل کنه بحثو. تو اینجوری هستی که یکی رو میبینی با خودت بهش بگم یا نه فقط فکر کنم بگی که خب مثلا یه روزی ممکنه که 100% بحثمون قرار بشه. بعد معمولا حدس میتونی بزنی که سر چی بحثتون میتونه بشه. خب با تجربه شناختی که حالا از آدما به طور کلی یه ذره از اون ارتباط گذشته. آره یه هاشی میشناسی دیگه طرفو. نه آخه تو یکی رو نمیشناسی برای چی باهاش بری تو رابطه دنیا؟ داریم راجع به یه نفر صحبت میکنیم که یه حول و حوش شناخت داری. خب آره دیگه، یعنی میخوام بهت بگم پس یه چیزی رو تجربه میکنی بعد میگی سر چه چیزی میتونه بحث بشه. آره تو ذهنت پیش بینی میکنی بحثو، بعد میگی که اگه یه روزی من با این آدم سر فلان چیز بحثم بشه این قراره چجوری ریاکشن نشون بده. این کارو میکنی؟ زیکم فکر کنم. نه، به خاطر اینکه از اساس من خیلی به جنبه‌های سیاه و منفی فکر نمی کنم تو خلقمه. یعنی بحث تو رابطه چیه سیاهه؟ چیزی که رو منطق نباشه بله.
الان گفتی دخترها منطق ندارن. نه خب دختر منطقی هم داریم. نظر لطفت. تو که منطقت خیلی فلکسیبله، اصلا بحث نکن. ببین من با چیزایی که تجربه کردم خیلی فلکسیبلم. خب نه دیگه این منطق نمیشه. منطق 0 و 1. منطق 0 و 1. اوکی قبول. خب ولی تو رابطه احساسات هم هست. تو وقتی یکی دوست داری نمیتونی تو بحث بکوبی تو دهنش. نه حرف میزنی بازم. خب دیگه. ولی خب اگر ندیده باشی چیزی، یعنی که ای بابا این بحث هم که داره مثل بحث قبلی میره تو دیوار، چیزی حل نشده از توش، میدونی، اونجا دیگه منطق 0 و 1 میاد جلو، منطق منعطف نمیاد. این مثلا در مهمانی هستن افراد و توسط حالا یک کسی مثلا گفته میشه که بیاین عکس بگیریم. وای. بعد یکی از این افراد یعنی کاپلا میگه من نمیام. اون اصرار میکنه که نمیام دیگه و درک نمیشه این موضوع. فرد میره، منطق منعطف میره. حالا بعدش توی خلوت خودتون راضی میشه میره، اصلا دیگه میگه بابا داره قفلی میزنه. آره میره عکسو میگیره. این منطق منعطف بود. اگه 0 و 1 بود چش قره میرفت، حالا چه زنش چه مردش جمع میکرد بحثو. ناراحتی هم به وجود میومد، ولی فکر میکنم دیگه در مهمانی بعدی کسی نمیگفتش که چی بیا دیگه عکس بگیر. حالا توی خلوت چجوری باش برخورد میشه؟ یعنی بحث بعدی اونا چی میتونه باشه؟ وقتی یکی بکشه وسط که چرا اون شب اینجوری کردی؟ آره. یا مثلا بالعکس اون کسی که بهش گفته بیا عکس بگیر و نیومد و به زور راضی شده، حالا مثلا رفته واسه چی اون شب قفلی زدی که تو مگه شرایط من جایگاه مثلا همه چی رو میگه، میدونی؟ اونجا چجوری برخورد میکنی؟ منعطف یا 0 و 100 0 و 1؟ ببین رفتار تو جمع واقعا مهمه. خب یعنی اگه من به طرف اصرار کردم بیا بریم عکس و حالا نیومده و فلان، من اول باید ببینم چه ریاکشنی داشته تو جمع با من. مهمه دیگه، وجهه عمومی اجتماعی آدمه. برخورد اولم اینه که چرا با من تو جمع اینطوری حرف زدی. میدونی مهمه. منطقی. سکوت پس نکرد. نه تو اصلا منو داری مورد سوال قرار میدی همین الان. اون موقع که تو حالت پرایوت داریم صحبت میکنیم و اینا که دوباره اونم منو مورد سوال قرار داد. بس سکوت کنم. عمرن. اوکی. پس موضوعها و تاپیک‌ها خیلی مهمن و برخوردی که در اونجا نسبت به ما شده، حالا به قول تو توی فضای پرایوت بودی یا توی فضایی بودی که یک نفر داره تماشامون میکنه، دقیقاً اونجا سکوت نمی‌کنی. یه چیز به یه جایی علی‌رغم این که یه دروغی شنیدی، یه برخورد بدی باهات شده، یه چیز اضافه بر سازمان هم سنگینی میکنه رو فضای تو، یعنی رو دلت، که تو حواست نبود که اون حرفو زدی. مثلا مامانم چجوری از اون گوشه فهمید اون روز، چرا باید بیاد به من بگه که شما، میدونی؟ آره. اونجا هم فکر میکنم اون جایی میشه که تو دیگه سکوت هم نمیکنی، یعنی میگی که چیکار داری میکنی، یا همینطور دروغی که امکان داره. یعنی میگیم اینو میگی چیکار داریم میکنیم، ما الان با هم داریم چیکار میکنیم، چرا داریم این بحثو میکنیم، منظورت اینه؟ نه چی کار داری میکنی که این کارو میکنی که اونجا یکی دیگه هم میفهمه؟ این چه برخوردیه؟ این برخورد چیه؟ آره خب من نمیدونستم، مثلا من نمیدونستم که تو فلانی. من نمیدونستم خود این که طرف این که میگی من نمیدونستم، پشت بندش یه ببخشیدم و بگی خب ببخشید من نمیدونستم فلان. خب آیا تو اصرارم کردی تو اون مهمونیه؟ یعنی آدمی هستی که وقت طرف میگه نه مرسی اوکی هم دیگه اصرار نکنی؟ چرا من خیلی اصرار میکنم. کار خیلی بدیه. خیلی کار بدیه نکنید. Do not try this at home. خب دیگه اینا همش ببین ما داریم همش به حالتهای مختلف میرسیم که شنوندمون هی
یعنی در حقیقت مواجه بشه. الان شنونده تریگر شده، یاد دعواش افتاده با مامانش و شوهرش. ولی دانیال ببین، همین تریگر کردن خیلی مهمه. اون OCDه که به دختر خالم گفتم، خب تو همونو میتونستی اون لحظه بگی، یعنی یه چیزی رو به روش بیاری از خصلت‌های اصلیش و بحثو خیلی بد پیش ببری. همون پرونده قدیمی ها بود. OCD هم یه پرونده قدیمیه آقا، وسواس دیگه، حالا فکری یا عملی بعضیا دارم. دوست دارم میزو صاف کنم، مثلا همه چی رو بچینم کنار هم، مثلا یه جور وسواسه. بعد اگه اینطوری بخوای پیش ببری خیلی تخریب داره. یعنی اگه پرونده حالا میگی وسواسه، ولی به نظر من حالا در مورد همین چیز کوچیکی گفتی، به نظرم این وسواسه نه، ببین این اون چیزیه که منم آخه این کارو انجام میدم، هیچ وقت فکر نکردم این کار مثلا وسواسگونه‌ایه. الان فهمیدی؟ نه واسه الان بهت میگم این چیز کادربندی و کمپوزیسیون ذهن منه. اوکی آره. میدونی چی میگم؟ بابا ذهن تو که مشخصه دیگه، بقیه‌اش هم به من ربطی ولی نداره. کسی رو اذیت نمی‌کنم سر این موضوع. خب دیگه که تو تا حالا 20 دقیقه پشت در دستشویی منتظر نموندی تا بفهمی من چی میگم؟ آره اونو نه دیگه، اون دیگه شروع شده در خب آره وقتی اون لحظه یه کلمه بیاری وسط که طرفتو تریگر کنی، اصطلاح تریگر کردن هم منظور اینه که یه جوری احساساتش به غلیان بیاد که کفری بشه. چرا؟ چون میدونه آقا جون مثلا وسواس نقطه ضعف منه، خب یا مثلا من که ADHD دارم شاید نقطه ضعفم شه، چون این بلنگوها رو هر لحظه ممکنه بنداز، ببخشید میکروفون، هر لحظه ممکنه بندازمشون زمین. تو اینو وسط دعوا نمیتونی برو بیاری، نمیتونی خصیصه بد اصلی طرفو بروش بیاری، چه بسا که انجام میده. آره تو عصبانیت. یعنی مثلا دیدی باز در راستای این که یک جای آدم حرفشو نمیزنه و سکوت میکنه، پیشبینی مغزه، اون تجربه هایی که کرده، میگه امکان داره این آدم زمانی که از من بشنوه اون نقدی که دارم میکنم، اون اتفاقی که داره میفته که برای من خلاف واقع و نمیپذیرمش، میخوام بگم و سکوت نکنم، منجر میشه این موضوع به این که تا بیام بگم اون یه چیزی رو میزنه تو سرم. دقیقاً. من یک جایی فکر میکنم به خاطر این موضوع هم که شده ورود نکردم، یادم نمیاد کجاها راست شو. یعنی فکر میکردی قراره بزنی تو سرش یه چیزی رو؟ نه اون میزنه تو سرم. الان بحثم اینه، من میام به تو یه چیزی رو میگم، پس تو نمیخوای تریگر شی اصلا. من هیچ وقت خیلی مگه اینکه اصلا کلا این موضوع نظرم آمدانه است. اصلا این موضوع، این که یارو فکر میکنه از گذشته یه چیزی رو میاره تق میزنه تو سر یارو، این به نظر من آمدانه است و آگاهانه است. اصلا اینجوری نیستش که بگی یادش اومده که میدونی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون داره یه چیزی میگه دستم خالیه چی بگم چیکار بکنم، نمیتونم در مورد اینجا الان یه چیزی بگم توجیه بکنم، چون تو ذهن خودت اینه که من که کردم این کارو، راست میگه من تو سرویس بودم هنوز نرفته بودم بیرون نبودم که اینو گفتم. چیکار میکنه؟ میگه که یعنی تو خودت اون دفعه که بهت زنگ زدم تو خیابون بودی دیگه. حالا ساده ترین مثال. آره دروغه. یا از همون مهمونیه یه چیزی دیگه ای که سر شبش رخ داده مثلا بهش تعارف نکردی که عزیزم بیا زیتون. عزیزم زیتون نبود. امکان داره اینو بزنه تو سرت مثلا. تو حواست به خودت، فقط حواست به من نیست مثلا. میدونی رفتارای چیپ در جمع، این هم یه ترس دیگه است، اینکه باز دوباره با خودت میگی اصلا کانورسیشن شکل نمیگیره تا من بیام اصلا یارو رو میشناسم، تا میای یه چیزی بهش بگی توجیه میکنه. تیپیکال. توجیه. آره توجیه میکنه. من این کارو کردم که خب باش، این کاری که تو کردی ریزالتش این بود. نه خود تو مگه اون دفعه
در همین راستا یه جمله قشنگی رو میگفتشون کسی که به دیگران دروغ میگه به خودش هم کم کم دروغ میگه. آخ آخ آخ. و خب اینجا دیگه هم کار سختیه. یعنی یکی به من دروغ میگه یه با یه بحث شاید بشه تمومش کرد، ولی وقتی داره خودشم گول میزنه به خودشم دروغ میگه، هیچی دیگه. یعنی دروغایی که باورپذیره واسه خود فرد، باورش میشه اون دروغ رو انقدر تکرار میکنه که فکر میکنه اساس اونه اصلا. آفرین. یارو دیگه فکر میکنه بتمنه. هرچی اصلا تو بگو سیندرلاست، داره دروغ میگه دیگه، فکر میکنه که بتمن و سیندرلا با هم نمیره. خدایی آخه این چی بود گفت؟ خب به خاطر اینکه اون خیلی بد بود، این خیلی خوشگل بود. حالا چطوری ما یه عقده سیندرلا داریم؟ یعنی شما زنا؟ میگه شما زنا. خودت مرد حسابی برگشتی گفتی اصلا من زن. من آخه به عنوان یک زن عقده سیندرلا ندارم. نه برمیگرده به همون که شاهزاده با اسب سفید میاد. من خیلی آخه دوست دارم مثلا لباس گله گشاد بپوشم، مثل سیندرلا حوصله ندارم. کفشش تنگ بود خدایی. خدایی اون کفش اگر تنگ بود جا نمیموند این چربی. نه فکر کن کفش بلوری خیلی اذیت میکنه. آدیداس کجا. خب راجع به کفشای سیندرلا هم حرف زدیم و شنل بتمن. ما 1 ساعت خورده الان حرف زدیم. 1 ساعت و 12. چیکارش کنیم بقیه‌اش؟ حال فکر میکنم چون قسمت اولمونه و خیلی نباید به این دغدغش بکنیم، میتونیم آروم آروم بریم یه کمی سمت نتیجه گیری دیگه. آره بریم یکم بریم سمت نتیجه گیری. برو با خودت برو. فهمتون بشم با عنوان کردنه که چی میشه آدم تو شرایطی که ازش ناراضیه هیچی نمیگه و سکوت میکنه، و اینکه تا چقدر میشه حرف و زد. در نتیجه میخوام بگم که وقتی یه چیزی رو فهمیدیم که کلن با انسان باید معاشرت بکنیم و نیازمون اون هست، در هر جایی به هر شکلی، باید حواسمون هم جمع باشه که ما در چه شرایطی داریم قرار میگیریم، کی ما رو در چه شرایطی داره قرار میده. آخ این آره که ما ازش راضیم یا ناراضی. خیلی زیاد من دیدم مثلا خاطراتی که خیلی ها تعریف میکنن و میگن که ما پاشدیم مثلا توی شرایط سختی یه زمانی با موتور سفر میکردیم، مثلا با ماشین چه میدونم داغون فلان سفر. منظورم شرایط سخته. و بعدها در مورد این حرف میزنه که آقا چقدر بد بود، چقدر مثلا کارفرمای بدی داشتم، چه معلم بدی داشتم. میدونی چی میگم؟ آره به هر حال اون لحظه شاید نفهمی مغزت داره سازگاری میکنه، ولی بعدش میبینی به عقب نگاه میکنی میبینی چجوری تونستم. این بعدش هم مهمه. من فکر میکنم اگر همونجا با فکری که همونجا داریم هر تصمیمی رو میگیریم، یعنی صحبت همینه که آگاهانه نسبت به موضوع، آگاهانه، جای سرزنش نداره در آینده. خیلی متقن نمیگم این حرفو که حتما همینه، ولی میگم یعنی اگرم هم هست، اگر که آگاهانه در اونجا فهمیدیم اوکی این شرایط بده، اینترنت کلاس آنلاین که الان دارم نگاه میکنم بده، که بعدن خودم رو سرزنش بکنم به نظر من پوینت نداره. یا یعنی یکی دیگه تو رو سرزنش کنه. آره. یا همونجا میپذیرم اینو یا در موردش کامنت میدم.
اینکه تا کجا میشه حرفو زد. من فکر میکنم وقتی تجربه کسب میکنیم دفعه بعدی اجازه این رو نداریم که وقتی تو شرایط بد قرار میگیریم، مفروض است که این دومین بار تو اون موقعیت قرار میگیرم، ما اجازه این سکوت رو نداریم. یعنی تا اونجایی که میشه حرفه رو باید بزنی. ببین من در اون خاطرم میگم که به کرات اتفاقی میفته که خانواده فهمیدن که تو سیگار میکشی، خانواده متوجه این موضوع هست، آنش هم رسیده، نمیخوایم کسی رو کفری بکنی، نمیخوای دعوا بکنی، بلکه غرض سازش داری. یعنی تو میخوای با پدر مادرم سازش بکنی، حرف تو باید تا ته بزنی. حالا این که در اونجا یکی بیاد تو گوشت چه میدونم اخراج بشی و هر تبعات دیگه ای، فکر میکنم این اون چیزی نیستش که بعدن دیگه خودت رو سرزنش بکنی. میدونی؟ چون تجربه زیسته تا اونجا میگه که حرف تو بزن. اگر در آینده آدم لغزش بکنه نسبت به کاری که 1 سال پیش همین موقع انجامش داده و بگه که میتونستم چیزی هم نگم و اخراج نشم، چون میان دیگه 10 تا آدم میان میگن چرا این حرفو زدی، چرا این کارو کردی، بابا ولش کن، مگه تو میتونی چیزی رو درست بکنی، مگه تو میتونی فلان کنی. میدونی؟ من فکر میکنم که دیگه اگه بعدن باش مواجه شدیم خودمون رو سرزنش نکنیم بهترین کاریه که در مورد خودمون کردیم. آره یه لطفی هم به خودت کردی. چون اولا که گذشته، دوم این که تو فول پاور خودت اونجا گذاشتی دیگه، یا تجربه نداشتی و یه اتفاقی افتاده، یه بلایی سرت اومده، یا اصلا از بیخ گوشت رد شده، یا میدونستی دیگه. میدونی؟ یعنی در نهایت همه اینا رو میخوام بهت بگم که ما باید باز چشمون رو باز بکنیم، ببینیم تو چه شرایطی هستیم، طرف مقابلمون کیه، حرف چیه، صدمه به خود. آره. یعنی بیسشو چی بذاریم پس؟ پس بیسشو چی بذاریم؟ یعنی یک فاکتور رو خیلی در نظر بگیریم دیگه، ببینیم آیا داره به همون ضرری وارد میشه، به روحمون، اصلا روح، جسم، همش فرق میکنه. آره. آقا چقدر آدم هستن توی جاده میگن آقا فلان راننده اتوبوس فلان هرچیه بد رانندگی میکرد، خطر آفرین بود. چقدر هستن آدم؟ زیاد. کی گزارش میده؟ هیچ کس. برای چی گزارش نمیدن؟ چرا یه ماشین 2 بار خراب میشه کسی ته ذهنش کچی بشه است، یه کچی بشه بزرگ. آفرین. پس به نظر من جای سرزنش نداره اگه اون ماشین باز تو جاده بمونه، خدا اینکه تصادف کنه، آره و یک عالم از زمانش بره یا حالا هر چیز دیگه ای بره. خیلی خوب، اینم از این. یعنی شما هم با جنبندی من به شدت با جنبندیت موافقم. اون کانسپت روح هم حالا بهش بپردازیم بعدن، چون که میدونی روح و تفکر و عقل و اینا همه جدا هن دیگه. خوب ولی جمع‌بندی کردیم. آره راضی. من توی ذهنم از همه این 1 ساعت حرفی که زدیم فقط به همین نتیجه رسیدم که آدم به خودش بیاندیشد. آفرین. اول به خودش بیاندیشد اما نه کاذب، یعنی مغرورانه نباشه. آره. مثلا چه میدونم بقیه رو در سازش باید باشه دیگه. یا نه. آره ببین بقیه هم نفع بقیه هم در نظر بگیر دیگه. حالا قدم اول خودتی، قدم بعدی ننته، باباته، میدونی. آره اون که کنار دستت هست. آره دیگه. یه همدلی هم بماند که اون کسی که به نظر من به کنار دستیش فکر نمیکنه لایق اینه که تنها بشه. آره به شدت موافقم. خودش آخه داره این کارو میکنه. آره. چون یعنی اگر من و تو هم جزو همون دسته باشیم که هستیم، لیاقت اینی داریم که تنها بشیم، به خاطر اینکه به نفع دیگری فکر نکردیم و حالا هر اتفاق دیگه. موافقم. در نهایت انسان ذی نفعه. 100%.
خب خیلی متشکر از اینکه 1 ساعت و 20 و چند دقیقه ما رو شنیدید، من و ملیکا. قربونت. منم تو رو شنیدم. قربونت، منم همینطور. خداحافظی میکنیم. اولین قسمت از برنامه تازه سر شبه. ملیکا جان شما یک چیز میخوایم بگین؟ نه من فقط لذت بردم، چیزی برای گفتن ندارم، کلی چیز ازت یاد گرفتم. قربونت، لطف داری. حالا بعداً اگه بودیم که هستیم باز پیش میبریم بحثا رو، چون تازه سر شبه. مرسی و خداحافظ.